به هیچ عنوان این 4 اشتباه رو در حق فرزندت انجام نده. مخصوصا سومی رو اگر رعایت کنی بچت نابغه میشه. نکته اول، بچه‌تون رو با بچه مردم مقایسه نکنید. همیشه یکی هست که زرنگ‌تره، یکی هست که باهوش‌تره. نزن تو سرش. اینجوری فقط عزت نفسش رو از بین میبری و یه بچه داغون رو میفرستی تو دل جامعه. نکته دوم، فکر نکن پدر مادر خوب پدر مادریه که مثل پنکه دور بچهش بچرخه، هرچی بچه خواست بگه چشم. نه، اینجوری داری یه بچه بیورزه و ناتوان رو تربیت میکنی و میفرستی تو دل جامعه و قطعا شکست میخوره. نکته سومی که میخوام بهت بگم، نکته سوم، با پسر بچه ها سخت کوشی و تلاش، با دختر بچه ها عشق و محبت رو تمرین کنید. فردا وقتی وارد جامعه میشن، اون پسر بچه باید با تلاش و پشتکارش یه خانواده رو اداره کنه و دختر نباید به خاطر محبتی که تو خونه تو ندیده با یه دوست دارم ساده اسیر یه عشق و رابطه اشتباه بشه. نکته چهارم، همه اشتباه میکنن. چهارمین نکته‌ای که میخوام بهت بگم اینه که همه اشتباه میکنن، بچه تو هم اشتباه میکنه. لطفاً به خاطر اشتباهش سرزنشش نکن. نذار فکر کنه اشتباه کردن پایان بازیه. بهش یاد بده بازی زمانی تموم میشه که دست از تلاش برداره. بفرست برای پدر مادرم.